خب شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا صفحه چی هستن؟ اینترفیس چه باز کردیم. خب میایم شما اولا که وقتی که نو چیز اینستال میکنین، برنامه رو اینستال میکنین، پیش از اینکه کار نکرده باشین در خود پروگرام، از خود فوتوشاپ استفاده نکرده باشین، چی رقم صفحه میایه؟ به این شکل صفحه میایه. گزینه نیو ما که است، بر گزینه است که مثلا ما یک فایل جدید میکنیم و گزینه اوپن در صورتی که ما کار کرده باشیم در فوتوشاپ قبلی و این فوتوشاپ اینستال کردیم به باز نکردیم، میتونیم که از گزینه اوپن هم فایل پی دی خود چی کنیم؟ باز بکنیم. و یک قسم دیگه ما میتونیم که مثالش اینجا سعی کنیم گفته درگ اند دراپ فایل. شما میتونید که فایلتون مستقیم اینجا درگ بکنین، در هر جایی که دارید دسکتاپ بگیرین، داخل از کش بکنین، بندازین، چی میکنه؟ مستقیم فایل باز میکنه. میایم سر گزینه چی؟ نیو. خب گزینه نیو چی است؟ ما شما عملا میبینیم که گفتن نیم، نام فایلتون چی است؟ صحیح است؟ نوعیت ورقتون چی است؟ امثال از این مکمل جزئیات است. در این قسمت ما گفتیم یک چی داریم؟ RGB داریم، CMYK داریم. این انواع چی است؟ انواع رنگ است. گفتیم که RGB در کدام رنگ به درد میخوره؟ به رنگای به درد میخوره که ما به حساب فوتو یا مثلا در خود دیجیتال استفاده بکنیم، یعنی چاپ نکنیم. صحیح نه؟ رید، گرین اند چی است؟ بلو. و دیگه CMYK داریم. در صورتی که ما شما میخوایم یک بروشر دیزاین میکنیم یا مثلا یک فلایر دیزاین میکنیم، بیلبورد از هر چی هست میخوایم رو چاپ بکنیم، در اون صورت ما چی استفاده میکنیم؟ CMYK استفاده میکنیم. CMYK رو انتخاب میکنیم. اوکی. صفحه ما چی شد؟ باز شد. خب در این صفحه برخلافی که شما درس مچم خوانده بودین نخوانده بودین که از منوی تولز شروع کرده بودین، تولبار شروع کرده بودین، نه؟ ما از راست به چپ میریم. اول میایم در گزینه چی؟ در گزینه منو ویندوی ما چی کار میکنه؟ ویندو در صورتی که ما شما در هر بخش کاری خود که بخوایم استفاده بکنیم، همین ویندوی خود یا صفحه خود چی میکنیم؟ شخصی سازی میکنیم. شخصی سازی به چی معنا؟ مثلا من آرت کار میکنم، مکمل کارم که چی است؟ که نقاشی است. در صورتی که نقاشی باشه باز من چی استفاده میکنم؟ از صفحه مخصوص خودش استفاده میکنم. در صورتی که مثلا عمومی باشد کدام صفحه، گرافیک باشه کدام صفحه، ما میایم اینجا قسمت هم میبینیم، فضا معلوم میشه براتون. در اینجا گفته ورک اسپیس، یعنی فضای چی؟ فضای کاری. فضای کاری کدام فضا رو میگه؟ نمی صفحه که ما شما در اینجا کار میکنیم نیم خودش چی است؟ فضای کاری است. میایم در ورک اسپیس فعلا در کدام است؟ در اسنشیال است. اسنشیال به این معنا که صفحه ما چی است؟ همون چیزی که ضرورت است از کل بخش‌ها در اینجا موجود است. گزینه دوم ما گرافیک اند وب است. در صورتی که ما گرافیک وب کار بکنیم، صفحه رو می‌بینید تغییرات آمد نامد. درست است؟ این چی بود؟ گرافیک و وب است. این شما زمان بازدهی کار کرده و مختلف میشین، بلد میشین که وقتی که شما پروفشنتون بشناسین، یعنی مسلکتون که در کدام بخش یا در چی کار میکنین، درست است؟ اونمو چی میکنه؟ حتی شما استفاده میکنین. و گزینه بعدیش میایم باز ورک اسپیس موشن. ما شما در فوتوشاپ هم موشن داریم، درست است؟ اینی را نه در پایینا هم هست، در پایینا هم هست. خب باز ورژن که بالا شده میره اما قدر کارکردش بالا میره. در این قسمت میبینیم تایملاین است. در صورت ما شما بسیار یک موشنکای خرد کار میکنیم، درست است؟ که تو فوتوشاپ کار میکنیم بخیر تا وقتش که رسید این چی است؟ این تایملاینش است. در اینجا ما شما پلی میکنیم، پاوز میکنیم، ایچون میکنیم، در صورتی که در اینجا چی داشته باشیم؟ موشن خود جور کرده باشیم، درست است؟ این صفحه موشن شد. صفحه بعدیش چی است؟ ورک اسپیس بعدیش پینتینگ است. یک کسی است نقاش است، نقاشی میکنه، مکمل با چی کار داره؟ سر کار داره؟ با پینتینگ سر کار داره که شما در این قسمت میبینید که RGB CMYK انواع رنگا و چدا در اینجا آمده. خب گزینه بعدیش فوتوگرافی است. در صورتی که شما تمام کارتون چی است؟ عکاسی است، سر عکس است، شما فوتوگرافی را انتخاب میکنین، درست است؟ خب ریست
فوتوگرافی گفته. من کلیک میکنم، صحیح است. کدام تغییراتی که در صفحه آورده باشیم چی میشه؟ دوباره پاک میشه. مثلا در خود چی؟ در خود فوتوگرافی من اینی صفحه را آوردم، باز کردم، همین تولبار این طرف آوردم، دوباره میایم در چی؟ در رست فوتوگرافی. شما میبینید که چی شد؟ عملا صفحه من چیزی که از هر جای من انتقال داده بودم چی شد؟ جای به جای شد. گزینه بعدیش نیو ورک اسپیس. یک فضای کاری را خودتان خوش دارین که بر خود جور بکنین، میتونین که از استفاده کنین. کلیک میکنیم کدام چی؟ نیو ورک اسپیس. یک اینی ورک اسپیس است. چی داشته باشه؟ کیبورد شارکت باشه، مینو باشه، تولبار باشه. اوکی میکنیم. فضای کاری ما چی شد؟ آمد. فعلا ما میریم در کدام ورک اسپیس هستیم؟ در ورک اسپیسی که خود ما چی کردیم؟ جور کردیم. یه نالی میایم مثلا من یک ورک اسپیس کار میکنم، پس میخوایم که دلیتش بسازم. از کجا دلیت میشه؟ دلیت انتخاب میکنم. متوجه شدین بجز ورک اسپیسی که فعلا اکتیو است که یک دوسیه است، اکتیو بود نه؟ او را من استفاده کرده دلیت کردن نمیتونم. دیگه هر کدامش که ما بخوایم دلیت میکنم. پس چی میکنم؟ اول ورک اسپیس خود تغییر میدم، میایم دوباره به کدام ورک اسپیس؟ اسنشیال. پس دوباره میایم گزینه چی را؟ گزینه دلیت انتخاب میکنم. کدام ورک اسپیس اینجا ورک اسپیس ها آمده، کدامش هم میخوایم؟ ما میخوایم یک دوسیه را که پیشتر خودم ساخته بودم من چی کنم؟ دلیت بسازم. پس دلیتش کردیم. درست شد؟ بعدیش میایم چی هسته؟ کیبورد شارکت هاست. شارکت هایی که ما شما میخوایم چی رقم بر خود شارکت جور بکنیم در هر شارکتی که ما شما خواسته باشیم. درست است؟ در این قسمت ما چی میکنیم؟ تنظیمش میکنیم. یکی شارکت های پیش فرض است، یکی شارکت هایی است که ما شما بخیر باز چی میکنیم؟ در صورتی که مثلا خودت یک کاربرد دارید هم یک بخش کار میکنی، صحیح است؟ اونمو رو دم دست شارکت بر خود تنظیم میکنی، مینو را هر چیزی که هست باز ما چی کنیم؟ استفاده کنیم. یک گزینه دیگه آخریش است لاک ورک اسپیس. پیشتر دیدین من را انتقال میتم اینجا، صحیح است نه؟ انتقال دادم، پس میبرم در جایش میمونم. میایم در قسمت چی میگم؟ لاک ورک اسپیس. خب فضای کاری ما را لاک میکنه چون اینا شد نه؟ یگان دفعه کرک است، باز یگان گزینه کار نمیکنه. دو دفعه سه دفعه باید سرش چی بکنیم؟ خب پس از حالت لاک میکشم، میایم. صحیح شد؟ این فضای ورک اسپیس ما بود. فضای دیگه ما در این قسمت ما ویندو گفتیم نه؟ تمام ویندوهای ما در این چی میشه؟ ظاهر میشه. ما میخوایم سعی کنیم این تک مارکا که است کالر کجاست؟ خوب سعی کنیم کجا گم میشه. کالر را دیدید گم شد. دوباره میایم کالر را میبینید در این قسمت بود آمد. درست است؟ لیر داریم. لیر را از این قسمت رفت و دوباره بخوایم چی میکنیم؟ آورده میتونیم. امثال از این هر چیزی که ما اینجا کار داریم، هر چیزی که کار داریم، هر ویندویی که در این قسمت ها مثلا در اینجا میبریم نظر به ضرورت ما. درست است؟ میخوایم که اضافه شد، مثلا برش میخوایم که اضافه شد و چی شد؟ اضافه شد نشد. امثال از هر کدامش که خواستین، یکان تا میخوایم مکمل صفحهش پر باشه، ضرورت به مینو نباشه، شما میتونید که از قسمت ویندو چی کنین؟ کل ویندوهایی که ضرورت دارین در اینجا ظاهر بکنین، ضرورت نشه که چی کنین؟ با مثلا این تایملاین، من تایملاین هم میخوایم بیاید، تایملاین این آمد. فضای اسنشیال است و تایملاین آمدگیش. امثال از این مثلا تول پریست هم اگر خواسته باشیم اینجا آمد. هر کدامش که خواسته باشیم چی میکنیم؟ آورده میتونیم و تک مارکش که برداریم. پس دوباره چی میشه؟ و مو چیزای ما ویندوهای ما چی میشه؟ پنهان میشه. در قسمت دیگه پلاگین داریم. پلاگین ما چی است؟ ما شما وقتی کلیک میکنیم در صورتی که ما پلاگین اینستال کردگی باشیم در خود فوتوشاپ چی میشه؟ در اینجا بر ما در پلاگین پنل چی میشه؟ ظاهر میشه. چون ما پلاگین نداریم فعلا میبینیم پلاگین پنل ما چی است؟ خالی است. و قسمت ویو، در ویو چی کار کرده میتونیم؟ در ویو تنظیمات خود صفحه ما را مثلا دید خود چی کرده میتونیم؟ در این قسمت ردیف کرده میتونیم. مثلا ما میگم 100%. این حال دیدین که صفحه چی شد؟ 100% شده. درست است؟ یک چیز ما پیشتر هم براتون گفتم در کرک
چون ما سفر A4 انتخاب کردیم، شما میبینید سفر بسیار کلان است. میبینید از A4 ما کرده چی است؟ کلان است. دلیلش چی است؟ دلیلش چی است که ما شما از ورژن کرک استفاده میکنیم، به مو خاطر باز بعضی وقتا چی میکنه؟ از سایزی که ما ضرورت داریم که استاندارد باشه. مثلا این A4 است، ما باید در خود کامپیوتر وقتی صفحه A4 رو دیگه برابر میکنیم، باید که صفحه A4 ما برابر باشه. ولی ما شما میبینید کاملا چی است؟ کلان است. زوم اوت و امثال از این فیت تو اسکرین، در صورتی که ما شما در اسکرین برابر بسازیم به این شکل چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب این قسمت ها تنظیمات چی هستن؟ تنظیمات ویو است که ما شما هر چیزی که خواسته باشه میتونیم که چی تنظیم بکنیم. یک قسمت فیلتر داریم، ما از فیلترها مثلا استفاده میکنیم. بلور میسازیم، مثلا هر دستورت میسازیم، نایز میسازیم، هر چیزی که میسازیم از این قسمت چی میشه؟ ما استفاده میکنیم. اما تغییرات از اینجا استفاده میکنیم. خود گزینه سلکت است که چی را سلکت کنیم چی را سلکت نکنیم. میایم سر گزینه تایپ وظیفه‌اش چی است؟ ما شما در تایپوگرافی از گزینه تایپ چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. بعضی مواردی که انشالله ما شما میخوانیم، حالی یک معرفی خود صفحه است، به می خاطر سر جزئیات نمیریم، کلش بخوانیم خلاص امروز دیگه تمام میشه. درست است؟ و قسمت لایر یا لیر میگن، بعضی لیر میگن، بعضی لایر میگن، هر چی که شما میگن چی است؟ بر استفاده صفحه است. ما یکی داریم بک‌گراند است، درست است؟ یکی ما لیر داریم. سعی کنین پروژه‌ای که ما شما در کامپوزیت کار میکنیم، کامپوزیتینگ یا دبل اکسپوژر یا مثلا فوتو مانیپولیشن یا امثال از که کار میکنیم، از چندین لایر ما استفاده میکنیم، از ماسک‌ها استفاده میکنیم. درست است؟ اکثریتش کجا استفاده میشه؟ این ادمی قسمت ما شما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. مثلا من یک لیر نو میگیرم، درست است؟ نام لیر خودم یک میمانم یا هر چیزه. مثلا اگر شما مثلا دمی لیرتون تکست کار میکنین، لیرتون نامش چی میمونین؟ تکست میمونین. تکست موندم این دیگه آمد. درست است؟ سعی کنین اینال من را کلیک میکنم، بک‌گراند پاک کردم، صحیح است نه؟ بک‌گراند هاید کردم، چی شد؟ به این شکل بر ما چی آمد؟ صفحه آمد. حالا پس بک‌گراند میارم، میبینین شما عملاً که چی هست؟ سفید معلوم میشه. لیر مثل یک شیت میگیم یا چی میگیم، یک چیزی است که مثلا لایه است. لایه با لایه ما شما چی میکنیم؟ مانده میریم. در صورتی که پروژه ما شما یک برنامه را کار میکنیم، مثلا یک چیز را دیزاین میکنیم، یک بروشر یا مثلا یک فلایر یا یک بنر که مثلا چندین بخش کار میکنیم، بازی صفحه شما چی میشه؟ مکمل پر میشه. شما چی کار میکنین؟ شما هر لایری که ضرورت دارین میمونین، دیگه لایرایتون مکمل چی میکنین؟ هایدش میکنین، پاک نمیکنیم، هاید میکنیم. اینی چشمکی که میبینین، چشمکی اوسه کردین چی میشه؟ لایر ما هاید میشه. در صورتی که باز چیز بود چی میشه؟ دوباره پس میاد یک لایر دیگه میگیریم. درست است؟ به نام کانسل میایم لیر، اوکی. سعی کنین من میایم یک برش انتخاب میکنم، صحیح شد. در کدام لایر است؟ لایر یک. پس دوباره میایم رنگ تغییر میتونم، درست است؟ در لایر چی آمدم؟ دوم آمدم. چرا پایین از این لایر آمد؟ پایین است. اینال اگر من انتخاب کنم بالا ببرم، صحیح است؟ بالا آمد، صحیح است؟ به می شکل ما شما لیر بندی میکنیم. مال من یک چیزی ساده کشیدم، مال من میخوایم اینو میره غیر فعال بکنم. شما در رنگ سرخ کار دارین، که سرخ چی میکنین؟ کار میکنین. درست است؟ یک چیز متوجه باشین. سعی کنین ما فعلا اینجا میگه could not use the brush tool because the target layer is hidden. چرا؟ ما دی قسمت در کدام لیر هستم؟ در لیر تکست هستم و از لیر چی کردیم؟ هاید کردیم. فعلا ما دی چه کار بکنم، کم کلیک بکنم، بر ما چی میکنن؟ این یک علامه میته. در غیر از اگه ما در لیر خودش بیایم اینالی که کار بکنم هیچ مشکل نداره. درست است؟ دوباره میایم ریسیت میکنم، در می لیر میایم هاید، از حالت هاید میکشم، چی میکنم؟ آزادانه من میتونم چی کنم؟ کار بکنم. یعنی لیرها بر ما چی فایده داره؟
زمانی که ما یک پروژه را کار میکنیم مال خب بسیار یک من موضوع ساده را کار کردیم. مثلا شما یک عکس میخواین که مثالش ما نمونه قبلا براتون گفتیم که اون نمونه را کار بکنیم، دیگه ما چندین لایه چیز میکنیم. یک عکس میاریم مثلا بک‌گراندش ترانسپرنت شدگی است، در قسمت اضافه میکنیم یک لایر اصلی ما ایجا است خود چیزی که میخوایم کار بکنیم. دوباره او را وصل کردیم میایم دیگه مکمل چندین بشه در قسمت لایه یا لایه های ما چی میشن با تعداد بسیار بالا دیگه چی میشه میآید. درست است؟ بنان کاری که ما در لایر میکنیم باید چی کنیم بدانیم. یکی موضوعات دیگهش مثلا دلیت دوپلیکیت لایر داریم، دلیت لایر داریم، امثال از این ان شاء الله ما شما چی میکنیم در درس بعدی که بخیر شروع میشه مستقیم وقت میریم دیگه سر خود چیز دیگه. ایمیج داریم که ما مثلا تریم کردن میتونیم ایمیجای خود دیگه دوپلیکیت و بعضی چیزاست. گزینه ایمیج مربوط چی میشه؟ مربوط عکس یا همو ایمیج ما میشه. ادیت ما خوان ادیت است دیگه. ما فعلا اندو براش میگم همو صحیح است. کنترل زای جرا برین اون تو براشی که ما کار کردیم آخرین گزینه را پاک کردن میره. و گزینه فایل هم ما شما اکثریت که آشنایی داریم چی میکنه؟ فایلایی که ما شما باز و بسته میکنیم از این قسمت یا مثلا سیو میکنیم، سیو از میکنیم، امثال از اکسپورت میکنیم، ایمپورت میکنیم یا را کلش ما از این قسمت چی کردن میتونیم استفاده کردن میتونیم. مثلا اکسپورت میم در اکسپورت چی گفته به شکل چی اکسپورت کو پی ان جی اکسپورت کو یا مثلا انواع مختلفش هست که بازی ما شما چی میکنیم میخوانیم.